Hello everyone, good time. I wish you always be happy and healthy. Welcome to the Faqir Ghuri channel. Please like and subscribe the channel. خب اولین کلمه اسپورت به معنای ورزش. exercise به معنای تمرین یا هم ورزش کردن. سومین کلمه healthy به معنای سالم یا صحتمند. five معنای 5. short کوتاه. tall بلند یا بلند قد. woman به معنای زن. wear پوشیدن. ear به معنای گوش. ring به معنای حلقه. tight سفت یا محکم. skirt دامن. deaf به معنای ناشنوا یا کر. parent والدین. mother مادر. father پدر. loud بلند یا صدای بلند. تلفن. baby بچه. cry گریه کردن.